سلام. در 2 هفته آخر قبل از سیرک انتخابات ولی فقیه با تمام بوق‌های تبلیغاتیش همه زورش رو زد که یه جوری این تنور یخزده انتخاباتش رو گرم کنه و یک هیجانی به این نمایش بده، ولی هرچی بیشتر توش دمید خودش رو سیاه کرد. از یه طرف یه مسحکه‌ای رو انداختن به اسم مناظره که به قول خودشون فقط تبدیل شد به محل لگد پرونی به هم دیگه. پس آورده بودن اینا رو که حالا به قول ایشون به یکی لگد بزنن. یعنی مناظره رو ما تبدیل کردیم، یعنی تبدیل به این شد که خب کی به کی خوب لگد زد. آقای تمام یکی از موضوعات لگد زدن این جونورا به همدیگه سر سوادشون بود. از اونجایی که اینا هم از سوابق همدیگه با خبر هستن و خوب میدونن که همشون از درس و مدرسه فراری بودن، ولی با مدرک سازی و جور کردن عناوین دکتر و مهندس فقط میخواستن سوابق جنایت هاشون رو بپوشونند. توی این مناظره ها هر جا میخواست یک نفر رقیبش رو ساکت کنه بگم سر مدرکش رو هم انداخت. من از جناب آقای رئیس سوالم اینه که شما که فقط از نظر کارهای کلاسیک و تحصیلات 6 کلاس سواد دارید، با این سواد نمیشه بعد اقتصاد اداره کرد. آقای رضایی شما میگید من اقتصاد دارم، من که میدونم چه جوری اقتصاد خوندین، من که نحوه اقسام مدرک شما رو خبر دارم، استادا رو مجبور میکردیم بیان دفترتون ازتون درس بدن امتحان بگیرن، درخواست شدین که گروه دانشکده اقتصاد وارد بشین، با اکثریت قاطع رد شد. بعد یه جوری از سواد همدیگه اشکال میگیرن که انگار مشکل مملکت اگر یک آدم اقتصاددان بیاد حل میشه. بابا مشکل این مملکت اینه که دست ولی فقیه و یه مش دزد و جانی در لباس سپاهی آخونده که هر چی پول توی این مملکت بیاد برای خودشون میکشن بالا. هر کدوم از این دزدان بیاد باز پول رو میریزه تو جیب خودش. اینه که دیگه همه ملت فهمیدن. آقا به چی رأی بدم؟ به این رأی بدم یکی از دزدتر از دزد بره بشینه اون بالا. البته این کاندیداهایی که دارن از بقیه ایراد میگیرن فکر نکنید که وضع سواد خودشون خیلی توپه، چون فاجعه امروز ایران محصول عملکرد همیناست که هر کدوم یه دوره یه پست و مقام حکومتی داشتن. وقتی هم که تو رشته تخصصی مورد ادعاشون ازشون سوال میشه نتیجه اینطور در میاد. شما الان ادعا میکنید میتوانید کشور رو نجات بدید. یه سوال ازت میپرسم، سیستم کشور ما به لحاظ مدیریتی داره چه نوع سیستمی الان؟ اینو جواب بدیم به مردم. خب میدونید که منم مدیریت درس میدم در دانشگاه تهران. زنده باشید. تعریف کنید این سیستم چه نوع سیستمیه و استراتژی‌های مورد نیاز برای این سیستم کدومه؟ اینو بگیم به مردم. والا فکر کنم آخه اینجا جای مناظره علمی سیستم نه اصلا مناظره علمی نیست سیستم کشور ما. شما مورد نظرتونه، چون به هر حال اینجا که ما کلاس مدیریت رو نداشتیم که بگیم سیستم مدیریت چیه. خب باید بشیم ان شاءالله تشکیل دفتر با هم بشینیم. خیر ببینید این کلام بحث این که آقا سیستم مدیریتی کشور الان چیه، سیستم مدیریتی کشور نمیدونم بر چه اساسی انجام میشه فلان، این که الان سوال اصلا اینجا نیست. رئیس جمهورم حالا من رشتم مدیریته، من رشتم تدریس مدیریت استراتژیک میکنم، ولی شما مثلا بالاخره وایس اینجاست هر کسی سیستم مدیریت کشور چیه. شما اگه واقعا شمایی که الان استادین و میگین من استراتژیک خوندم جواب سوال من رو نداریم بدید. شما رو بگیرن شما این تازه این همونیه که ادعاش میشه توی تحصیلات و میگه از دانشگاه هلند دکترا گرفته، چون کلا توی این نظام مدرک دکترا اینا یک کم پول پارتی داشته باشی میدن. دکترای چه مدلی؟ دکترای بنیادی. دکترای بنیادی چیه؟ گوش کن. جناب آقای رضایی، محسن رضایی، تو 8 سال دفاع مقدس من بودم، تو چیکار کردی؟ تو سیاست خوندی؟ چه شدی دکتر؟ به منم دادم، من یه فوق لیسانس بنیادی دارم. به من گفتن آخرین مدرک تحصیلی تو بیار، بردم یه فوق لیسانس دادن، لعنت بر دروغگو. دکترامون هم همینه. یارو تا قبلش پشکل بارشته میکردن، امروز وقتی انتخاب میشه یه دکترای من در آوردی بهش میدن. حالا تو میخوای بشی رئیس جمهور؟ تو 8 سال دفاع مقدم تو 1 ساعت تو خط مقدم نبودی. 1 ساعت. البته مثل اینکه به گفته خودش حداقل یه بار تو خط مقدم بوده این سبزعلی رضایی. گویا میخواسته بره اونجا به زبان آذری پیام مهمی بده.
از آذربایجان که سر ایران است، از آقا مهدی باکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور میکرد میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان، یا ساشین آذربایجان. و به این ترتیب کلیدواژه یا ساشین به عنوان ترفند لو رفته‌ای برای فریب قومیت‌ها به ادبیات سیاسی ایران وارد شد. ملت هم تو مجازی این رو دست گرفتن، هشتگ کردن و حتی آگهی‌های تبلیغاتی رضایی رو با این واژه آپدیت کردن. یا ساشین یا ساشین خدا هوامونو داره یا ساشین. البته شلیک به پای خود فقط حرفه صفدلی رضایی نبود، بلکه بقیه‌شون هم وقتی تریبون گیرشون می اومد بیشتر به جای تبلیغ خودزنی می‌کردن که در این زمینه بدون گفتگو رئیسی سرآمد همشونه. کلا این جلاد بیشترین زمانی که به نفع خودش تبلیغ می‌کرد زمانی بود که توی سکوت بود، چون همین که دهن باز می‌کرد جز پرت و پلاهایی که توی کلش انباشته شده چیزی بیرون نمی‌ریخت. مثلا اینجا میخواد بگه من از فضای مجازی سر در میارم تا دل جوونا رو به دست بیاره. من از جوونها تو خونه ها سوال میکنم، از بچه ها سوال میکنم. شما دارید گیم بازی میکنید، دارید در واقع بازی کودکانه نوجوانانه انجام بدید، چقدر وسط بازی حالتون گرفته میشه. معلومه یه زیرساختا درست نیست. پژوهشگر عزیز وقتی داری پژوهش میکنی میبینی کار پژوهشت با مشکل مواجه شد، با ارتباط با یک در واقع یک کتابخانه‌ای در اون طرف دنیا. این معلومه زیرساخت کامل نیست، زیرساختا باید کامل بشه. دقت کردی؟ نمیگه که طرف به اون سایت ها وصل نمیشه چون فیلتره. اصلا به پدیده فیلترینگ نزدیک نمیشه. بلکه برعکس داره میگه باید زیرساخت ها رو کامل کنی. منظورش چیه؟ همون رویای همیشگی ولی فقیه، یعنی اینترنت داخلی. یعنی میخواد دور ایران دیوار بکشه با الگوی کره شمالی که فقط تو شبکه خود ایران بچرخی. اسمش هم گذاشته اینترنت امن. این آیت الله قتل عام که اصلا هر نوع احساس انسانی رو در درون خودش کشته، میخواد به شکل مشمئز کننده‌ای خودش رو به جوانان نزدیک نشون بده. در ارتباط با مسئله فضای مجازی کار باید بسیار بشه. اون قسمتی که کار نشده، من خودم توی فضا هستم، 2 میلیون فالوور دارم، ارتباط دارم، خیلی از مسائل از این طریق به من داره منتقل میشه. بابا یکی بگه فالوور دارم که حداقل بلد باشه توییت بزنه. جمله بندی این توییت رو شما تو رو خدا نگاه کن. در زمان ریاست قوه حتی یک سایت و روزنامه را به دلیل انتقاد بسته نشد. نه که فکر کنی غلط تایپی فقط همین یه توییت رو اشتباه کرده. نه، این طرف کلا از هوش معمولی بی بهره است. فقط نگاه کن به این سوال ساده چی جواب میده. برنامه شما برای تأمین مسکن مردم به خصوص قشر کم درآمد چیه؟ کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه. بخش جدی بگم تا 50% هزینه مردم هزینه مسکنه. باید حلش کنیم. فهمیدی چی گفت؟ اصلا تلاش نکن بفهمی چی داره میگه. 30 بار دیگه هم گوش کنی سر در نمیاری. چون اصلا این هیچ مسئولیتی در قبال معنی جملاتش نداره که. فقط یک سری کلمات که به گوشش خورده رو تحت عنوان جمله میریزه کنار هم. فکر نکنید ما چیزی رو ادیت کردیم ها. عین جمله خودشه. یه بار دیگه گوش کن. برنامه شما برای تأمین مسکن مردم به خصوص قشر کم درآمد چیه؟ کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه. قشنگ معلومه که این یارو 40 سال فقط توی زیرزمین یه زندانی مشغول انداختن طناب اعدام دور گردن جوونا بوده. کاملا مغزش پیاده است ها. با همه دردها و مشکلات مملکت کلا بیگانه است. بعد با مشمئز کننده ترین و لو رفته ترین شگردها فقط میخواد یه جوری رأی جمع کنه. رأی اولیه برای نامزدها خیلی مهمن و تصور برخی از نامزدها اینه که مثلا در قدیم امیر تتلو اگر باش رفیق بشیم و باش عکس 2 نفره بگیریم رأی اولیه رو میاره برامون. اشارش به همون ملاقات معروف رئیسی با اون خواننده در سال 96 و اون عد و اطوارهایی که توی اون ملاقات در می آورد. درصد منم از دیدارتون خیلی خوشبختم. شما برم و از این نیت پاک و صافت که
باعث افتخار آقا، ارزشمنده برای ما واقعا. یک جوان اینطوری با اینقدر اثرگذاری، باعث افتخار. هم کارات اثرگذاره، من کارات شما رو بعضیاشونو، حالا من که وقت نمی‌کنم، دوست دارم همه کارا رو ببینم، اون کاری که گاهی شاهدشیم یا میشنویم الحمدلله کارای خوبی الان. نه که این رئیسی تا سر توی خون و جنایت فرو رفته هر عد و اطفالی رو در میاره که یکم شبیه انسان امروزی بشه، ولی هر بار بعد از بدتر میشه. بابا برای شما که موسیقی گوش کردن حرامه، چرا این فیلم‌ها رو بازی میکنی؟ بابا شما هنوز موندین که ساز رو نشون بدین یا نه؟ شما الان دارید درباره ایجاد یک موج موسیقی در کشوری حرف میزنید که هنوز تلویزیونش در مونده، بالاخره ساز رو نشون بده یا نده، پشت گلدون بذاره پشت گلدون نذاره. شما دارید تو این بستر حرف میزنید، من ایده پرداز، من متفکر، منی که میخوام نسل جدید رو جذب کنم. آخه چطوری از این موانع شما رد بشم؟ من هنوز نمیدونم سازو باید نشون بدم یا نه. یکی دیگه از تلاش‌های رئیسی برای سفیدسازی سابقه دراکولاییش این بود که یه روز دخترش رو فرستاده بود توی صحنه. بزرگترین نقطه قوت آقای رئیسی چیه؟ خیلی مهربانه. اگر بخواید یه نقطه ضعف هم از ایشون به ما بگید. اونم خیلی مهربانه. خیلی مهربونه. خیلی مهربونه. خیلی مهربون هست. این نمایش اونقدر مضحک بود که حتی صدای کارشناسای تلویزیون خودشون هم در آورد. همین آقای رئیسی فهمید که دخترش اومد توی صدا و سیما، دستات که پدر بزرگ ایشون گفتن که زن نباید به تو کوچیک حتی صدا کرد. من نمیدونم حتی موقع انتخابات همه نمایش‌ها به باید برای زنان تبدیل به سوء استفاده کثیف از زنان میشه. منظورش از پدر بزرگ دختر رئیسی همون بوفالوی نظام یعنی علم الهدا پدرزن رئیسیه که نگذاشت حتی روی سنگ قبر زنش اسمش رو بنویسن. نگاه نوشته آرامگاه همسر نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد آیت الله علم الهدا. یعنی اینقدر حق هم برای زنش قائل نیست که اسمش رو روی سنگ قبرش بنویسن. بعد نماینده این تفکر یعنی رئیسی که خودش توی قوه قضاییه حتی به یک زن اجازه قاضی شدن هم نداده، الان میخواد خودش رو مدافع حقوق زنان نشون بده. یه جور از زنان و حقوقشون میگید که آقای رئیسی انگار مردم نمیدونن بالاخره سوابق شما چیه. در کمیسیون انتصابات قضات به ترفیع قضات زن ترتیب اثر داده نشده. نسبت شما با افکار جناب آقای علم الهدا امام جمعه محترم مشهد چیه؟ دقیق بفرمایید. مخالف افکار آقای علم الهدا در مورد زنان هستید یا نه؟ اینطور بود که این مضحکه مناظره که قرار بود تنور گرم کن باشه بیشتر توف سربالا برای کل نظام شد و حالشون رو بد کرد. ولی دیشب حالم از این بد شد، واقعا به هم ریخته بودم، یعنی چندین سال بود اینجوری نشده بودم. گفتم رجال سیاسی مذهبی ما اینن. حالا چرا حال طرف به هم خورده؟ چون وسط این بگم و بزنی که توی مناظره راه انداختند بیشتر از همه کل نظام بود که کبود و سیاه شد. باریکلا آقای زاکانی 40 سال جمهوری اسلامی ناکارآمد بوده. خب مگه میگنجه؟ مگه من مردم عادی، من از اونایی که اون 12% که آقای توانگر دوستاشون رأی دادم، الان با چه امیدی پاشم برم تو صندوق بازم رأی بدم؟ آقا شما خودت داری میگی تو مناظره ریاست جمهوری میگی 40 سال ناکارآمدی. اصلا دولت آقای روحانی به کنار، دولت احمدی نژاد ناکارآمد، دولت خاتمی ناکارآمد، دولت هاشمی رفسنجانی ناکارآمد، دولت میرحسین موسوی ناکارآمد. کی قراره کارآمد باشه تو این مملکت؟ بحث دعوا سر اینه. دعوا سر اینه که 40 سال جمهوری اسلامی رو نشستن آقایون دارن سیاه میکنن. خلاصه هرچی بیشتر برای سیرک انتخابات و کاندیداهاش تبلیغ کردند بیشتر معلوم شد که این انتخابات تک قطبیه و نتیجه اون از قبل معلومه و ربطی به مشارکت مردم نداره، طوری که حتی خودی‌هاشون هم از شرکت توی انتخابات بیزار شدن. واقعا میگم احترام شهدا رو داریم، نیایید از قاسم سلیمانی سردارمون عکسشو بذارید بدید وزیرش. آقای خامنه‌ای واقعا در حق مردم ظلم کرده. آقای خامنه‌ای یه مورد چی میگن قبول ما نیست. اگر ایشون میگه نمیدونم دولت جوان انقلابی باید الان 82 سالشه، خودش دیالم وقتش کناره‌گیری کنه.
الان میخوایم آقا خبرگان رهبری برای ما معنی نداره، شورای نگهبان دیگه تعطیل. آقای رئیسی بدون، آقای خامنه‌ای بدون، اونی که میخوای به ما تحمیل کنیم ما قبولش نداریم. من میخوام بگم رأی به آقای رئیسی حرامه. مناظرم که میبینید هیچ از مشکلات حل نمیکنن. ما دیگه بین بد و بدتر نمیخوایم بد انتخاب کنیم. بله، بعد از اینکه با مضحکه مناظره به هیچ جایی نرسیدند، آخوندا رفتن سراغ یکی از کارهایی که خوب بلدند، یعنی دین فروشی و التماس از مردم برای اومدن پای صندوق‌های رأی با گریه و روزه. روزهای حساس انتخابات مردم، پای صندوق‌های رأی قلب آقا رو شاد کنیم. با نیامدن ما کی خوشحال میشه؟ دشمنان اسلام آمریکا و اسرائیل خوشحال میشن، اما با آمدن من و تو پای صندوق‌های رأی دل ما یعنی هر کی تو الان دو دل بود که توی انتخابات شرکت کنه الان قانع شد. با کی رو میخوای رنگ کنی با این روزه ها؟ این مردم همونایی که شعار میدادند اسلامو پله کردید، مردم رو ذله کردید. اما ولی فقیه که میدونه حنای دین فروشیش هم دیگه رنگی نداره، این بار هم برای پر کردن حوزه های رأی به همون تاکتیک امواج انسانی روی آورده و میخواد با دستور و اجبار از پادگان ها همه رو جلوی صندوق های رأی بخط کنه. اینهاش دستور نیروی زمینی ارتش و تأکید بر حضور 100% کارکنان ولایت مدار ارتش و خانواده محترم آنان در پای صندوق‌های رأی. دستور فرمایید به کلیه کارکنان آن یگان در انتخابات روز جمعه با آمار کامل در محل خدمت حضور داشته باشند. البته اینکه با همین دستور هم چند نفر بیان پای صندوق‌های رأی خودش جای سوال داره، چون جو تحریم انتخابات اونقدر فراگیره که هر جا تریبون میذارن دربارش صحبت کنند خودش رو یه جوری نشون میده، حتی توی تلویزیون حکومتی. و اکثر افرادی که حالا در دانشگاه ما وجود دارن بسیاریشون علاقه‌مند به شرکت در انتخابات نیستن، یعنی بیش از 90% بچه‌ها احتمالی که در انتخابات شرکت نکنند و هست. تو شبکه‌های اجتماعی که شما حضور داری تو فضای همسن و سالا بازم همین بی‌تفاوتی وجود داره یا نه؟ بی‌تفاوتی بله، تقریبا میشه گفت که خیلی‌ها دارن ضد مشارکت فعالیت میکنن، یعنی که بقیه رو ترغیب میکنن که مشارکتی داخل انتخابات نداشته باشن. این که این میگه فقط فضای دانشگاه نیستا، توی سطح جامعه هم حرف مردم همه جا تحریم انتخابات آخوندیه. شما بیا تو خیابون اعتراض کن یا اغتشاشگر میشی یا کشته میشه میگیرن، دو حالت سوم نداره. هر کی که رأی نمیده دست بزنه. هیچ وعده‌ای رو گوش نکنید، فقط رأی ندادن مایی که میمونه. پس خواهشاً امسال رأی نمیدیم، یه دست دیگه. رأی دادن و ندادنت که هیچ فرقی نداره، اما اگه رأی ندی یک قدم برای تغییر برداشتی. یعنی بلند میگی لعنتی یا من انسانم، من شعور دارم، اجازه نمیدم ازم سوء استفاده کنید. یه انتصابات فرمایشی رأی بدم، هرچی هم میشن بالله به خدا دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. مرغ و سیب زمینی و پیاز آمریکا گرون نکرده. برای ما تو مناظره میشینه یارو میگن از 7 عدد یک انتخاب کن، میگه 8. اون یکی به یاشاسون میگه یاساسون. یارو دست چپ و راستش نمیدونه تشخیص بده، میخواد مملکت بگردونه. آقا طرفتون ما مردمیم، به اینجا رسیدید، یه چیزی برای دست دادن نداریم. ما فقط 8 سال فقط موقع انتخابات که میشه مردم یه مشارکت کنن، وقتی که انتخاب شدن رفتن اونجا برید دم اونجا باید تیپ پای میزنن بیرون چه شورای شهر چه رهبری چه همه چی. ما رأی نمیدیم، ما رأی نمیدیم به کسی، ما رأی نمیدیم به کسی، ما رأی نمیدیم به کسی، میدیم ما اشغال رأی نمیدیم. من به خاطر ستار بهشتی وبلاگ نویس رأی نمیدم، چون یه عده میشناسنش. ستار رو رفتن تو وزارت اطلاعات زدن کشتنش. به خاطر ببین تا هم حرف میزنم میگن 10 ثانیه، تا میان حرف دموکراسیشون اینه، اگه بگم برید رأی بدید نیم ساعت بهم وقت میدن، تا میخوام حرف بزنم میگه 10 ثانیه. به خاطر ندا آقا سلطان، به خاطر پویا بختیاری، به خاطر محمد نوریزاد، به خاطر نرگس محمدی عقدان، هواپیمای اوکراینی، کوی دانشگاه که دانشگاه رو پرت میکردن یادتون میاد، به خاطر دانشجوها آبان 96 1500 نفر
به خاطر 500,000 تا کشته سوریه که بشار اسد 20 سال دیکتاتور، 30 سال هم باباش بوده اینا دارن ازش دفاع میکنن. به خاطر فعالای مدنی عراق که میرن میکشن میندازن. حالا معلوم نیست منم سر سالم به گور ببرم یا مادرم بهم گفت نرو بچه میکشنه. گفتم نه من باید برم بگم. و در آخرم بگم به خاطر نوید افکاری که داداشش الان تو سلول انفرادی ان، همین حکومت اسلامی نوید افکاری رو کشته، شبونه خاکش کرده، داداشش کشته توی انفرادیه. اگر رای دادن چی شد به کجا رسید؟ لااقل یک بار بعد 4 سال به 4 سال میگن آقا الان موقعی که ما مردم نیاز دارن رایی که دادن تموم شد رفت. مگه صندوق با هلیکوپتر نمیدن تو روستا که مردم رای بدن؟ همون روستایی اگه قلبش میگیره اما هلیکوپترش رو روشن بکنه با قرآن اگه روشن کنه. فقط هر کی رای بده انگاش شیزده تو خون و کسایی که سال 98 رفتن. زنده باد زنده باد. من خودم به شخصه رای نمیدم. برای ندادن رای من دلیل دارم. من خودم به شخصه دارم لمس میکنم، همین اطراف شهر رو دارم لمس میکنم، میگم نه به نظر من رای بی رای انگوشت رو خونی نکن بزن توی استامپی که سال 98 آبان 98 1500 نفر کشتن. هیچ تفاوت اینا با هم ندارن. بله، اون چی که روشنه اینه که بین مردم و این حاکمیت یک دریا خون وجود داره و هیچ ایرانی آزادیخواهی به قول این هموطن با شرکت در این نمایش انتخابات پاش رو در این دریای خون نخواهد گذاشت. تنها رأی واقعی ملت ایران به این حاکمیت یک کلمه است: رأی ما سرنگونی. وقت بخیر و خدا نگهدار.